سلام، الگوی این کیف رو توضیح میدم. یک کادر 24x8 بکشین. 24x8 از بالا 3 سانت بیاین پایین، یه خط بکشین، این وسطش رو پیدا کنید، از این قسمت وصل کنید. این گوشه ها رو هم با هلال نیم گرد کنید. یه مستطیل 4x8 هم بکشین، یه مستطیل 8x1 کنید. از این قسمت یه عدد چرم، یه عدد آستر. از این قسمت هم فقط یه عدد چرم میخوایم، از این قسمت هم 4 عدد چرم میخوایم. من این قسمت رو دولا گذاشتم که تو کیف بهتر وایسه. این یه عدد چرم، یه عدد آستری، اینم یه عدد چرم، از این قسمت هم 4 عدد. این قسمت رو چسب میزنیم، آستر رو میچسبیم. اینو میذاریم کنار تا چسبش خشک بشه. این قسمت ها رو هم چسب میزنیم. اجازه میدیم یکم چسبش خشک بشه و به هم میچسبیم. دور تا دور اینو قیچی میکنیم. پاستا رو برش زدم، اینا رو هم برش زدم. حالا برای نصب این دگمه ها این وسطش رو پیدا کنید، 1.5 سانت بیاین پایین، سوراخ کنید، این دگمه رو وصل کنید. از این قسمت هم 8.5 سانت برین بالا، این وسطش رو پیدا کنید، این دگمه رو هم نصب کنید. حالا از این قسمت 11 سانت برین بالا، از این قسمت هم 11 سانت. دوباره یه 3 سانت دیگه هم بریم بالا، از این قسمت هم همینطور. حالا این قسمت رو چسب میزنیم، این قسمت رو بعد اینجوری به هم میچسبونیم. برای این قسمت این وسطش رو پیدا میکنید، 1 سانت میرین داخل، این قسمت هم همینطور. اینا رو سوراخ میکنید. بعد برای وصل کردن به اینو اینجوری میذاریم، اینجا علامت میزنیم. اینا رو هم سوراخ میکنید. بعد برای این قسمت این دگمه ها رو وصل میکنیم. برای این قسمت هم حالا پشت اینو چسب میزنیم، به این قسمت میچسبیم. اضافاتی هم اگه داشته باشه قیچی کنید. بعد اینا رو وصل میکنیم. اینجا هم اگه بخواید میتونید چسب بزنید. بعد از این قسمت بدوزید، این قسمت تا این قسمت، این دور تا دورش رو دوختم. این قسمت یه 4 تا سوراخ در بیارید برای نصب گوشواره. خب کیفمون به این شکل در میاد.